салом очаҷон. Салом ҳаҷон. Шин хӯрок мехӯрам, шин. Ҳозир шуд. Мадина, зудтар хӯрокро биёр, писарам аз кор гӯшт намондагӣ. Кашидам, ҳозир мебарам. Корро чӣ хел? Назушаҷон. Чое ки мерезад? Тестар. Мебахшед. Кури намебинӣ? Ин хел духтари бедасту поро ман якум бор мебинам. Киро мо ба хона овардем? Хели неву гови таппатайёр. Дастат шикастааст? Лаънатӣ? Мебахшед, нохош шуд. Ин ҳама корро бар қасди ман мекунад. Мехоҳад ки маро зудтар ба лаҳад фиристонад. Шумо чиҳо мегӯед? ин ҳоли чӣ? Дар вақти набудани ту ба ман чунон гапҳое мезанад ки агар гӯш кунӣ меғоят рост мехезад. Ба ман дағалӣ мекунад. Корҳои гуфтагиамро иҷро намекунад. ҳоло ҳамин тавр ту бо модари ман ҳама хел муомила мекунӣ? Гапашон нодуруст аст. Чӣ? Боз модари маро дурӯғгӯй мегӯӣ? Инҷо биё. Инҷо. Даро мехон. Хватит! Не смей мне больше перечить! Есть? Чудо. Алло. Алло, салом алейкум. Салом алейкум. Шумо Дилшод? Ман Дилшод. Шуморо сарви нӯз ташвиш медиҳад. Ман корманди маркази ноҳиявии кӯмак ба ҷабридагони зӯроварӣ дар оила. Саломат бошед. Гӯшам ба шумо. Медонед, ба мо як нафар зан муроҷиат карданд. Шавҳарашон ӯро доимо латукуб мекардааст. ба ӯ гуфтем ки бояд худро илоҷе карда муҳофизат кунад. барои ҳамин мо ба вай маслиҳат додем ки ба шумо муроҷиат кунад. шумо чӣ мегӯед? рости гап аз шунидани ин хел суханҳо дар саҳари барвақт навақадар хурсанд мешавӣ. лекин ман тайёрам ки бо он кас вохӯрам. суроғашро ба он мегуфтед? хоб фаҳмидам. саломат бошед. саломат бошед. то бозӣ. ана ноништаҳам кардем. марҳамат биёед. салом алейкум. шумо Дилшод? ман сарвиноз. ин кас бошад Мадина. ман дар борааш ба шумо гуфта будам. марҳамат, гузашта шинед. Мадина, биёед аз аввал ҳамаашро нақл кунед.
من میفهمم که برای شما در این باره گپ زدن خیلی هم دشوار است، لیکن چی علاج؟ برای آسان کردن مشکلات شما ما باید همه‌اش رو نقطه به نقطه انیق کنیم. راستش رو گویم نمیدونمش چی سر کنم. از خانه‌دار شدنمون 1.5 سال گذشت. اول همه‌اش نغز بود. شوهر و خوشدامانم آدمانی سختگیر. لیکن چند وقت نگذشته معامله‌شون دیگر شد. با اندکی گناه شوهرم شلاق می‌خوردم یا که حقارت می‌شنیدم. مادرش همه وقت با جنجال‌های ما قطعی شده طرفی پسرش رو میگیرد. همش فهمم. ها، غیر از اینکه او مرا فقط گناهکار میکند که تا حال کودکدار نشده ایم. کودکدار؟ بله. گپ در سر این که عموما من میتوانستم تولد کنم. روزی به نزد دکتر رفتم چون که خود را بد حس کردم. دکتر گفت که حامله دار شده ای. بعد به خانه برگشته این را به خوشدامانم نگفتم. شرم کردم. بگاهی شوهرم آمد. تبش خیره بود. فقط برای آنکه از آشخانه دویده به پیشوازش نبرآمدم. او مرا زیر مشت و لغت گرفت. شب از درد سخت بیدار شدم. خلاص کودکم را از دست دادم. آرام شد. خودتون رو به دست گیرید. من آب. گیرید نوشید. آرام شوید مدینه. شما این رو به شوهرتون گفتید؟ چی در کار؟ از دو سر کودک را برگردانده نمی شود. در این خصوص یکون خیلی معلومات نامه یا حجت گرفته بودید؟ در یادم نیست. من در این باره فکر هم نکرده بودم. خیر هیچ گپ نیم. در درمانگاه این رو باید قید کرده باشن مدینه. شما حاضر باید فکری سلامتی خودتون رو کنید. مدینه پدر، مادر یا یگون خویش و تبارتون از این واقعه هایی که با شما میگذشت خبر دارند؟ ها، من از آنها یک دفعه خواهش کرده بودم که مرا از خانه شوهرم گرفته برند. لیکن آنها رد کرده بودند. گپ در سر این که عموما غیر از من در خانه 3 دختر دیگر دارند. اگر من از شوهرم جدا شوم به شوهر دادن آنها دشوار می شود. شما می دانید که گپ و کلوچه مردمه. پیش راهی دریا رو گرفته می شود و دهان مردم رو نه. من می خواستم که با شوهر شما صحبت کنم. چی؟ نه، این کار رو نکنید و من رو می کشد. من به او فهمونم که قانون او رو جزا می دهد با این کردارش. می فهمید؟ حالا با من نام، نسب، سراغه و جای کاری شوهرتون رو گوید. باز در مانگاهی که شما رو معالجه کرده بودن همون رو نوشته دهید. مرحمت. سلام علیکم. و علیکم. خانه منصور؟ مرحمت داره. منصور در خانه؟ داره. منصور جان پسرم. نزد تو آمدم.
من نماینده دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان. مرحمت. چه خدمت؟ با ما عریضه آمده است که شما اویلاتون رو دویمو لاتوکوب میکرده اید. لاتوکوب؟ بله. بچه؟ این زبان کلینتون دراز شده است کو؟ گوش کنید. ما از این بی‌طرف بودن نمیتوانیم چون که ما رو دولت برای حمایت کردن حقوق آدمان وکالتدار کرده است. انا کو شما با من گوش کنید. دولت با من اجازه داده است که او رو به زنی گیرم. وای زن قانونی من است. چی طوری که خواهم آنم خود رفتار میکنم. کاری تو نباشه. چی شد پسرم؟ این خودش کی؟ این کس حمایتگری کلینتون. خودش را ادوکات گرفته نیست. خواهش میکردم که با من با این آهن گپ نزنید. من برای اون به اینجا اومدم که به شما خبر دهم. قانون مدینه رو از زورآوری در اویله‌ای که پسرتون از بی‌اهمیتی شما استفاده برده صادر میکند حمایت کرده نیست. چی؟ تو مادر ما رو میترسونی؟ اورم گوش کنید. ما او رو تربیه میکنیم. من میخوام که وای دختری با معنی شود، با آداب شود. با راه زورآوری و جسمانی. توبه. شما رو آگاه کردنی هستم که اگر این حادثه یک بار دیگر تکرار یابد آنگاه با شما مقامات دخل داشت سر و کار میگیرد و اون وقت شما رو البته به جوابگری میکشد. چی؟ خانی دفع شو از اینجا؟ دستت رو گیر. دفع شو کدام از اینجا؟ منصور، من با شما مصلحت میدادم که این کارت رو نه به من دیگر تکرار نکنید و نه نسبت به زنتون. فهمید سرد التماس سرد. منصور فهمیدم. دیگر نگویی که تورانیان دشمنند. بمانشان که شادان به توران روند. دیگر جنگی توران نجوییم کس که این بعد که من کردم این روز پس. حاضر من خورم بیارم. الو کی؟ مدینه چی گپ شد؟ آرام شوید. شما در کجا؟ خودتون تنها؟ تلفن رو به همسایتون دید؟ الو سلام علیکم. چی گپ شده است؟ باز زده است؟ من حاضر رسیده میایم. میبخشید خونه شما 54؟ انتظار شوید حاضر میایم. اوزر زمیره جون زنی را که ما یاری رسونده ایستودیم شوهرش باز اون رو زده است. با فکر کار رنگی دیگر میگیرد. باز خوراک شام را تنها میخورم. میبخشی. درآید این اولین بار نیست. یک بار نگاه کنید. مدینه نشان تیرمد. شما خودتون رو چه حس میکنید؟ این منصور تمام گذارونده است کو؟ هرچی شوهرش نمیداند که وقت خونه من اومد. اگر نه چی می اومد و باز در اینجا دوام میداد. من این بیچاره را چخی از وی بخشی خلاص میکردم. بابا من برای چی برات خبر نمیدی؟ شما در کجایین که خبر دهیم؟ اومدم چند بار نبوده؟ آخه وقتی ما در اینجا نشستن کو نداریم منطقه رو دور بزنیم. فقط شما سر کن. خیر بس تمام. چیکار بکنیم؟ میرویم دیگه ایلوش نیست. این احوالا ببینید.
مدینه آروم شو. حمایتگر در وقتش آمدی. من هم آمدم. السلام علیکم. و علیکم السلام. بیاید مرحمت. بیاید. این چی نماکلی منصور؟ بیاید مهمان میشویم. انیترش تو مهمان من میشوی. برای چی؟ ببوسیت تسپوش میرویم. با کجا؟ رفیق میلیتسا دادر جان بچه من گناهکار نه. کلینم خودش گناهکار. خاله پسرتان جنایت صادر کرده است. و باید برای این جنایتی صادر کردهش جواب دهد. شما چی گفته ایستادید؟ برای یک زنه که رسوا شدم من رو به حبسخانه کشیدنی. به تقدیر منصور بینم گناه تو کم نیست. تو با عقل دادی. وای مراد هم با این کارها خاص نمیرسه. یا اینکه در بین شما یگان کپ هست ها؟ نباشد چرا اینقدر طرفی رو میگیری؟ او سگ خوب است. اقلا زایده میتواند. زن شما به عقل نیست. مادامی که خود را از شما بر این آدم بیرحم و شفقت حمایت کرده نیست. دویمش این که اگر لاتوکوبی شما نمیشد وای تولد میکرد. چی؟ بله مدینه یک وقتو حامله دار بوده است لیکن بعد لاتوکوبی شما کودکش را افزونده است. چی گفتی؟ گشته کن این ناممکن است. متاسفانه راست خاله جان در درمانگاه معلومات نامه‌ای دادند که همه این را تصدیق میکند. نه این ناممکن است. نه خیس منصور ناماکلی نکن. بچه مدینه از جانب همسرش با شوراندازی خوشدامنش منتظم مورد لاتوکوب قرار می گرفت. این حالت هر روز ادامه می یافت و سبب زوراوری هر خطای یا گپی ناجای شده می توانست. مدینه از جان سیر شده مجبور شد که پس از لاتوکوب نوبتی به مقامات حفظ حقوق شکایت کند. علیه منصور پرونده جنایی گشوده شد. وی از روی ماده 117 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان اذیت دادن با 2 سال از آزادی محروم شدن حکم گرفت. قانون‌های عمل کننده کشور به مبارزه علیه همه گونه شکل زوراوری در عائله روانه شدند. نشانه‌های لاتوکوبی بدن او allakay نوعیان شدند ولی زخم‌های جانی باز خیلی وقت باقی میمانند. ولی من باور دارم که این صحیفه ننگین حیات او پسی سر شد.